روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. خیلی سوال کردین از من که چجوریه اونجا، چی دارین چی ندارین تو لوکوموتیو. خب ببینین که میز کار ما، این میز کار به اصطلاح اتاق فرمانه، حالا به فارسیش. بعد اینجا یه یخچال کوچولو داریم که هم یخچال هم گرم کنه و همه میگن در پشتیه، فکر کنم اتاق خوابی چیزیه. خب بریم در پشت. در پشت موتور خونه ماه که میریم که موتور اینجاست و یه راهرو بزرگه. بعد این چپ و راست که میبینین موتورهای قطاره که بستگی به نوعش داره چند تا موتور داشته باشه. مثلا این یکی از موتوراست، هر چرخ یه موتور معمولا داره. ببینین چپ و راست که از این ور دوباره بر میگردیم چی رو میبینیم؟ اتاق اونوری رو میبینیم و اتاق اونوری هم چی پشتشه؟ واگوناست و چه ماشین خوشگلی بار امروز ماست. این هم داستانه که تو قطار چجوریه. پرسیده بودین که چجوری ما میتونیم که لوکوموتیو ران بشیم تو آلمان. ببینید شما دو راه دارین، یا باید آوسبیلدونگ بکنید یا اومشولونگ بکنید. آوسبیلدونگش 3 ساله که شما یه شرکت رو پیدا میکنید که این آوسبیلدونگ برای شما برگزار میکنه. 3 سال زمان میبره آوسبیلدونگش و طی این 3 سال شما حقوق میگیرید. و اومشولونگ 1 ساله، یعنی همین 3 سال اومدن فشرده کردن تو 1 سال، ولی دوره خصوصیه و مبلغش بین 40 تا 50 هزار یوروه که شما باید اول یه شرکتی پیدا کنید که به شما یه انگبوت بده که شما بعد اون انگبوت رو میبرین جاب سنتر تصمیم میگیره که آیا به شما این هزینه رو بده یا نده. که اگه بده شما 1 ساله باید کل درس‌های اون 3 سال رو بخونید. واسه همین میگن خیلی مشکله. اگه درس خون هستین واقعا این کارو بکنید، اگر نیستین بازم میتونید سعی کنید که این دوره رو بگذرونید، چون موفقیتش 100% برای شما که تلاش میکنید. یه نکته بگم که مثلا ما کلاسمون 19 نفر بود اون زمانی که شروع کرده بودیم، که از این 19 نفر همه آلمانی بودن الا 6 نفر که خارجی بودیم، که از اون 6 نفر 4 نفر تونستیم راننده قطار بشیم یا به قول گفته لوکوموتیو ران بشیم، که از اون 4 نفر 2 تاشون ایرانی بودن، من و یکی از دوستای دیگم. پس ما ایرانی‌ها همه جا پرچممون بالا. من یه چند تا شرکتم بهتون معرفی میکنم. یکی از بهترین شرکت‌های شرکتی به نام QAS که توی مونشنگلادباخ هستش. یه شرکتی هست به نام SBH که تو کل آلمان هست. شما میتونین جفتش رو سرچ کنین و ببینید که کدومش نزدیکتر بهتون و شرایط بهتری رو بهتون پیشنهاد میکنه. و برای اونایی که خیلی از خانمایی پرسن که آیا میشه یا نه، آقا و خانم نداره، فرقی نداره. ولی اگه ببینید خیلی درس خون نیستید، اگه میخواین راننده لوکوموتیو بشین و راننده مسافری بشین، راننده مسافری با اتوبوس خیلی فرقی نداره. شاید 500 یورو حقوقش این ور اون ور باشه. یعنی من خودم میگم نمیارزه برای این کار آدم بکنه. ولی خب فکر میکنم لول شغلیش خیلی فرق داره توی آلمان با هم دیگه، ولی اون تصمیم شماست. ولی اکثر بچهای فارسی زبان رو من میبینم خیلی موفقن توی خط. من خیلی هاشون رو میبینم، حالا افغان، ایرانی، تاجیک، خیلی بچهای موفق میبینم. امیدوارم که شما هم همینجوری موفق بشید.